امروز اومدیم با کلی چالش جذاب. فوتبال داریم اینجا براتون. 3 تا مرحله مختلفه. برنده این مسابقات نهایتا در آخر 50 میلیون تومان جایزه میگیره. بادکنک‌های قهرمان، بادکنک‌های خشمگین. بریم ببینیم چیکار می‌کنیم. Let's go. مرحله اول میشه فوتبال عادی. اینور. مرحله اول میشه فوتبال عادی. 2 گل است. هر تیمی که زودتر 2 تا گل بزنه برنده است. کلا 3 تا مرحله داریم. بریم شروع کنیم. آره. دوربین هم میخوان بزنن این وسط. عالی. یکی میبینی که اونجا موز شده رو زمین دروازه‌بانش. یه تیم آوردم یه مش در دیوونه. عالی. احمد دیوونه. وی خدا به خیر کنه با این تیم. میتونی باشی؟ برید یه گل بزنید دیگه زود. استوپ حبابی میکنن این وسط. هنوز هیچکی موفق نشده یه گلم بزنه. بچه‌ها گل میخوام ها. اونو نه. سر و تهشو. آقا وایسا. خوشو. بذار بلند شه. بچه‌ها تو این منطقه خطا انجام شده. ضربه ایستگاهی داریم. بریم ببینیم که چیکار میکنن. 3 2 آی کلا. سرته. خب بچه بازی به نفع تیم قرمز فعلا تموم شد تا اینجا. بریم سراغ مرحله بعدی که ببینیم چه خبره. 2 گله بود ولی به خاطر ضیق وقت 1 گلش کردیم. بریم مرحله بعد. بچه‌ها رفتیم سراغ مرحله بعدی. دوئل 2 به 2. هر تیمی که بتونه بیشتر رو پاش وایسته اون تیم برنده است. بریم ببینیم که قرمزا میبرن یا آبیا. Let's go. بچه‌ها با شمارش من 3 2 1 تمومه احمد جون. ببینم چه میکنی ها. میخوام بزنی بهتره. از قدیم گفتم مسجد جای اینجا بوق بذار دید نیه. خب اینجا مونجه نیه. همینجا هست. ببینم چه میکنی ها. ببین تو میتره کنیش. خب داوای بچه آماده این؟ 3 2 1 تیم قرمز. آقا بس وایسا آروم باش. بچه‌ها دوئل تک به تک اینجا فایده نداره. همشون رو میندازیم به جون هم دیگه. هر کی سالم موند زنده موند میریم مرحله بعدی. بریم آقا. بچه‌ها آماده این؟ همینا میخوایم ها. 3 2 1 2 تا از تیم آبی افتاده. 1 دونه قرمز. 1 دونه آبی. 3 تا آبی شد. یکی دیگه بیفته. 3 تا قرمز. حله آقا. تیم قرمز دوباره برنده است.
تیم قرمز برنده است. آبیا زیاد افتادن. بچه تیم قرمز برنده شد. آقا منو نه. خب بچه دست قبلی هم که تیم قرمزا برنده شد. مرحله آخر بازی زور رو داریم. کسی که سبز پوشیده میره تو دل حریفا، اونا باید اون یه نفر رو نگه دارن بین خودشون. اگر بتونه برگرده از همین تو زمین خودش، اون تیم مقابلی که سبز رنگ رفته توشون باخته. یعنی چی؟ یعنی اگر آبی قرار بود محصور بکنه نتونست نگه داره میبازه، قرمز هم بود به همین رواله. بریم شروع کنیم ما هم دیگه. بچه‌ها سر زمینای خودتون وایسید. آبی اون طرف، قرمز این ور. آبی اون ور. آماده ای؟ تو خوشگل منی من قلبم. 3 2 پاشو ریدی. پاشو داداش این تیم فوتبالی طرف دوندن. 3 2 1 ماشاءالله قهرمان. باختن ها میگه این از قدرت تیم قهرمان. 50 تومن میرسه به تیم قرمز. بریم یه ذره همدیگه رو بزنن خالیشن. بچه همدیگه رو بزنیم. چا پرنگ داریم هیچکی هم نمیدونه. احمد قرار پرنگ شه. من از کجایی که داشتم
باورت شد؟ حاجی سکتی کردی یا جدی؟ من باید احمد رو میزنی نمیدونم میزنم همین باید میزنی تو بلند شد دوست کسی که شاوی من دیدم بقید بابات کنم حالا اوکی بود یا نه؟ من فکرم باید نمیزدم چرا احمد رو بعدش مثال زدی؟ یا احمد رو بگی؟ احمد پشمان شریف میگفت آره چرا این هماهنگ هوا دادیم من شما ولی باش رفتم درگیری شدم هوا کنم خوب بود درگیری دیگه یه چاقو اینو بگی چاقو خورده مثلا ما مدافع خوبی احمد سکته کرد یه لحظه واقعا فکر کرد واقعی برگشتم دیدمش ریده تا یکیشو راست من احمد خیلی رفیقی آره باورش نمیشه همون مثلا همین اصلا تو رو گفتم دیگه من پای یکی راست حسین یه لایک نشون بده من یه لحظه گفتم که این چاقو میخورن گیره کرد اولش بی اثره بعد اومدم دیدم میچینی آقا یه توی دورش میزد خب بچه این هم از بازی فوتبال عمومی اون به همراه پرنگ بودن این من هماهنگا رو اشتباه گرفتم اینو من به همراه یه مشت در دیوونه شب بخیر شب بخیر